سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یک دستکش خیلی خوشگل و ساده رو آموزش بدم که بدون انگشت هستش دستکشش. برای بافتش باید به اندازه این قسمت دور انگشتا، دور این 4 تا انگشت دور تا دور باید زنجیره بزنیم. تعداد زنجیره هم بستگی به حالا اندازه دست هر کسی داره که میخوایم براش ببافین دستکش رو و ضخامت نختون. نخی که من استفاده کردم چون خیلی وقت پیش تهیه کردم مارکش یادم نمیاد، ولی قلابم شماره 4 هستش. خب من زنجیره ها رو میزنم و ادامه بافت رو بهتون میگم. خب من زنجیره زدم، ببینید الان دور تا دور دستم میذارم دیگه، اندازش برام خوب شده. خب حالا باید دو طرف کار رو به هم دیگه وصل بکنیم با یه دونه بست. میایم زنجیره اول رو به زنجیره آخر به هم دیگه وصل میکنیم. قلاب رو میبریم توی این زنجیره اولمون، این نخ رو میگیریم و از اینجا میاریمش بیرون. وقتی که این کار رو انجام دادین یک بار دیگه تو دستتون امتحان کنین ببینین که اندازش خوب هستش یا نه. خب حالا برای شروع 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3 و بعد روی تمام این زنجیره هایی که زدیم یه دونه پایه بلند باید ببافیم. از همین اولین زنجیره شروع میکنیم به بافت پایه بلند. روی تمام زنجیره ها یه دونه پایه بلند باید بزنیم. این کار رو دور تا دور تکرار میکنیم. رسیدیم به اینجا، بعد میان این یکی زنجیره ها رو میبافیم. من این ردیف رو میبافم و بعد بهتون ادامه بافت رو میگم. خب من دور تا دور بافتم، روی تمام زنجیره ها یه دونه پایه بلند زدم. حالا باید وصل بکنیم به این سومین زنجیره. یه دونه بست میزنیم، قلاب رو از اینجا میاریم داخل و دوباره برای ردیف بعد 3 تا زنجیره میزنیم. ببینید باید ما این بافت رو انجام بدیم. الان من دستکش رو میذارم توی دستم، این ابتداش رو، این کار رو باید ادامه بدیم تا برسیم به این قسمت انگشت شست. یعنی باید